به هر ترتیب اینا زیر فوکس جامعه جهانی و زیر فوکس فعالین مدنی در بیرون از افغانستان و زیر فوکس تحلیلگرای سیاسی و همچنان رسانه های داخل و بیرون از کشور هستند. از این لحاظ بهترین موقع هست که شما چادری نکنین، فقط امو چادر طور که مویتان معلوم نشوه بپوشین با یک چپن و حتما باید سر کارتان برین، یعنی قصدی برین. میشه که با همکارا در یک جای چیز بانین، با همکارایتان در یک جای قرار بگذارین و به صورت دست جمعی برین که تو به صورت تکی پیداتان نکنن که آزار بتن، به صورت جمعی برین. باز از این کارتان میشه که و به خاطر شناسایی شما ماسک میزنین دیگه، اما هیچ وقت بینیتان به صورت و اجابه که در بینی میشه و چشما تنها دیده میشه این کار نکنین، به خاطر که باز خودتان او اجاب اجباری را یک رقم سر خود تحمیل میکنین و اونا را عادت میتین. اما ماسک بزنین به خاطر شناسایی نشوین. ماسک های رنگه بپوشین، ماسک سیاه نزنین که بازو مو اجاب عربی می باشه و بسیار خوش دارن میره. اما ماسک خدا بزنین که شناسایی نشین، ولی حتما سر کار برین، به خاطر که خود به خود شما باز حق کار و حق پوشش و چیزا را از خود میگیرین و اینا تبدیل به عادت میشه. این میال تمام رسانه ها همگی متوجه هستند که طالبان در مقابل زنان و می حکومت نو در مقابل زنان عکس العمل چی است و کلگی کمک میکنه در اینکه فشار وارد کنن که اینا کار خاص کردن نتونن. بالاخره این جبر تاریخی آمده و در درونش باید زنان بتونن نفس بکشه، دیگه چاره چی است؟ اینا از این خاطر خوب است که دست جمعی برین. بعضی هایتون موبایل داشته باشین، از این شرایط فیلم برداری کنین و از این شرایط مثلا اگر میبینین که توهین میشین یا خدا ناخواسته حمله فیزیکی چیز برتان میکنن که نمیکنن، به هیچ صورت نمیکنن. اگر چیز را متوجه میشین فیلمش رو بگیرین که نشر شود، مثل وضعیتی که در ایران است، در عربستان است، در جایی که فشارها وجود داره و اونا تلاش میکنن صدای خود به جانیان برسانن. حالا باید کار شیوه باید تغییر کنه دیگه، راهی نیست دیگه.